از خودم میفهمید. به شهر مکه آمد کاروانه، به شهر مکه آمد کاروانه، همه در خانه خود کامرانه. مبشر با خدیجه واقعه گفت، در اسرار احمد را همی سوفت. از آن ابری سفید و از ابوالخیر، ز اغوای جهودان قصه غیر. همه را با خدیجه کرد و معلوم، دلی آن ماه از شادی زدی گم. حضرت خدیجه مفتون نیو شدن گرید، بداد اجره به هر یک کاروانه، بداد اجره به هر یک کاروانه. ز احسانش همه در شادمانه، شده در اجره احمد تحمل. به خود پیچید و همچون غنچه گل. اما رسول اکرم حقش دادند، امروز پگاه کردن گرید. ز باب اجره حضرت نزدم، ز باب اجره حضرت نزدم. دلی بو طالب از کین گشت و پرغم. ز غیرت آمد و از غیرت آمد، آخر پیشی اما بگفتا ای خدیجه باش آگاه. و اکرا کرد سیوم ابو طالب آمد و بسیار غضبش آمد. بگو بای خدیجه، تو گفت نصف هم گفت ما رو تحقیر نکن، ما آخر کلان زاده هستیم، خداوند ما رو کم بغل کرده است، ما رو تمسخر نکن. گوی چی های روزو بیا بگم بیا گفتی استادی. مرا فهمید ناداری بیمال، مرا فهمیده نادار و بیمال. کنی مرا زین رو خار و پامال. همه را داده سرمایه نیک، همه را داده سرمایه نیک. چرا از ما سیاه کردی گردیدی چون دیگ. همه را حقاشان دادی، چون منو نمیتی. اما میخوام محمدی زیبامو توی کنم زنشتیم. همه را داده سرمایه نیک، چرا از ما سیاه گردیدی چون دیگ. نباشه مازی هر تخمه ز تو کم، چرا در انتظاری میدی غم. اما نغم نتگوشم که دارم اختیاری خیر کاره، رسانم تا محمد را بیاره. مقصدی من آقا توی کردنی محمد گو که تجری دست آن سروی روانم، که تجری دست آن سروی روانم. خراب از بری آبادی شو جانم. آخی محمدی من حالا زن نداره، به خاطر هوای من خیلی عذاب روحی کشید ایستادم و یا جا آبادش کنم. که آن شه از بری امیدی گنجه، که آن شه از بری امیدی گنجه. کشید در این سفر بسیار رنجه. چرا در اجرش سازی تعلل، چرا در اجرش سازی تعلل. که بخشم تا بسر و غنچه گل. اما میخوام برای این سر زیبام یک گل غنچه را تقدیم کنم. آخی خدیجه شد چو غنچه در تبسم. حضرت خدیجه با خندشان گرفت. خدیجه شد چون غنچه در تبسم، بتا بناز و عشوه شد اندر تکلم. نبتوان راز دل آخر نهفتن، نبودش چاره از غیر گفتن. در از زن من ایش چیزی نیست که در دل پنهان مونه. بنابر دیگه خدیجه هم طاقت کردن نتانست آن آرزویی که در دلش میپرورید او را به آشکار برای ابو طالب گفت. نبتوان راز دل آخر نهفتن، نبود اشاره از غیر گفتن. زی سوز داغ دل شد به تحمل، در آمد در سخن آخر چه بلبل. محیط عشق میزد در دلش جوش، دریای عشقی در دل خدیجه که تلاطم کرد دیگه نتانست خش کنترل کنه.
حیاشم یک طرف شده، دیگر آبروی زنانشم یک طرف شده، بسانه خوشکش شد. محیط عشق میزد در دلش جوش، کجا ماند عروسی عشق رو پوش. عروس عشق هیچ جا پنهان نمیمونه. چو زلفی سنبولش با خود زده پیچ، نیافت از غیر گفتن چاره هیچ. با ابو طالب چی گفت؟ بابا گفت، بگفت ای پیر قومی ما عربها، بگفت ای پیر قومی ما عربها، مرنجان خاطر خود زین سببها. نیم بر مال و سیمی خوش خیش و مغرور، ولی در دیدم شد حاجتان نور. بابا گفت من به خاطر مال و ثروت به محمد بخیلی ندارم، لیکن من یک خواهش دارم. همین محمد زیبای تو در دل من آنقدر جا گرفته است که من به او دیگه زندگی کرده نمیتانم. میشود که اگر راضی شوی من همچون همسر خم به او تیم، مالم همش از آن او، خود من به او میتیم. راضی میشی؟ به دل دارم که باشم کد خدایش، به دل دارم که باشم کد خدایش. من این پول و مال به او لایق ندیدم. همه مالی من سر و صدقی سری او، جان من برای او فدا میکنم. همین جان من میگیری برای او؟ ابو طالب گفت ندیدم لایقی او زری کن را، نثاری او کنم این نقد جان را. چه لایق بر رخی خورشیدی او پول، فدای سروی او صد همچو من گل. من بر این گلا هزارش فدای سروی محمدی گفت. قبولم گر کند دست آبریزی، کنم از جان و دل با او کنیزی. اگر قبول کنه من دست آبریزیش من تیار هستم که او رو به شوهری گیرم. خلاصه کلام حضرت من ناز شیدامه میتید. خوبه که وقتی ما تنگ مون. ابو طالب از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و گفت وقتی که تو ما رو گفت خدیجه این سردارهای مکه، این بایها و پادشاه ها آمدن قبول که نکردی، وقتی که این محمدی صغیری منه، این محمدی زیبای من که نه پول دارد و نه ثروت، اما الحمدلله اخلاق دارد، گفت آداب دارد، جوان مردی دارد، شرف دارد، نسب دارد، تو به شوهری قبول کنی من هزاران راضی هستم. خلاصه کلام ابو طالب آمد و خدیجه عمکش فیرات کرد، عمرو ابن اسد عمکیشه و بچه عمکش فیرات کرد. ابو طالب از این جانب رسول اکرم خوب با لباسای شاهانه و این چنین همراه با حمزه و عباس بعد از آن برای خواستگاری به خانه خدیجه رفتن. توی رفتن، شهر مبارک رفتن، شهرمرد بردن. عزیزان من هوا هم سیاه شدیسه انشاءالله که حال مولود میخونیم. خدیجه به خدمتگاراش گفت اکن توی عروسی من است و این توی آخرین من است. وقتی که محمد از در خانه من میدراد همراه با یارانش، شما در طبقها تنگه گیرید و بالای سری محمد زیبای من چاشید و بعد از توی همه شما را من به خاطر محمد و زیبایی او آزاد کردم. خلاصی کلام رسول اکرم با خدیجه ازدواج کردند و در آنجا خطبه نکاح ابو طالب خواندند که در همه کتاب‌های تاریخ است و از جانب خدیجه باشد عمکیش عمرو ابن اسد خطبه خواند. با این رسول اکرم با خدیجه زیبا یک جای شدند و خدیجه هرچی از ثروت و مال داشت فدای محمد کرد. خلاصه کلام عزیزان من، بعد از 15 سال یک جایگی با محمد که رسول اکرم 6 فرزند زیبای خود از خدیجه یافته بود. عزیزان من توجه کنید، یکی از اونها فرزند نخستشان قاسم بود که رسول اکرم ابوالقاسم کنیتشان به نام اوست، از خدیجه است. بعد از او باز 4 دختری دیگر شد، یکی زینب شد، یکی رقیه شد، یکی گلسم شد، یکی فاطمه زیبا، فاطمه زهرا، نور چشمی مصطفی صلوات الله و سلامه علیهم
او شد. بعد از فاطمه باز پسری دیگری هم شد به نام طاهر که او عبدالله میگن اما لقبش طاهر است و طیب. یعنی 6 فرزند رسول اکرم، 2 پسر و 4 دختر از خدیجه شد.